میخوام اسم همه این 100 تا فایل رو بیارم توی شیت اکسل. سلام، حسنا خاکزاد هستم از تیم اکسل پدیا. یه آزمونی گرفتیم، 80 تا فایل اکسل داریم که هر کسی به نام خودش ذخیره کرده و برامون فرستاده. حالا ما میخوایم نمره بدیم. اولین قدم اینه که اسم همه اون افراد رو توی اکسل داشته باشیم. برای این کار میام توی تب دیتا، قسمت get data from file from folder میخوام از پاور کوئری استفاده کنم. میرم مسیر ذخیره رو کپی میکنم. خب مسیر ذخیره رو اینجا پیست میکنم. الان من قراره که فولدر پاسخ اکسل و اسم فایل های موجود در اون رو لیست بکنم. وقتی که فولدر رو انتخاب کردیم اوپن میزنیم، یه پنجره باز میشه، میگه که شما کدوم اطلاعات رو لازم دارید. مثلا میگه اسم فایل رو دارم، پسوندش، تاریخش، مسیر ذخیره‌ش و اینا. ما چون فقط اسم فایل رو لازم داریم، روی گزینه ترانسفورم کلیک میکنیم که اول یه تغییراتی رو روش ایجاد بکنیم و بعد بریم ببریمش توی اکسل. میخوام فقط ستون نام رو نگه دارم، پس روی ستون نیم کلیک میکنم، کلیک راست، ریموو آدر کالم رو میزنم، یعنی بقیه رو پاک کن. این پسوند اکسل اسیکسش هم نمیخوام، فقط میخوام اسم افراد باشه. میام توی قسمت ترانسفورم، قسمت تکست کالم، گزینه اکسترکت رو باز میکنم، اکسترکت میزنم، میگم من چی رو لازم دارم، میگم متن قبل از دلیمیتر نقطه رو لازم دارم. میام اینجا و روی نقطه کلیک میکنم و اوکی میکنم. وقتی که این کار رو میکنم از بعد از .xlsx رو برام حذف میکنه و اسم فایل ها رو نگه میداره. حالا کافیه که بیام اینو لودش کنم توی صفحه اکسلم. خوبی این روش اینه که اگر فایلی اونجا اضافه بشه یا کم بشه، اینجا اگر بیایم رفرش انجام بدیم مطابق با آخرین تغییرات توی اون فولدر آپدیت میشه. مشابه این روش رو برای آرشیو دیجیتال هم استفاده کردم. پست‌های قبلی رو حتما نگاه بکنید، داخل سایتم مقالش هست، از اونم ایده بگیرید اینکه چطور از فایل‌های موجود در یک فولدر میتونید استفاده کنید. دقت کنید که لزوما نباید اکسل باشه، هر فایلی میتونه توی اون فولدر باشه. امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو برده باشید. سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.